اسماعیل سامانی کی بود؟ اسماعیل فرزند احمد، فرزند اسد و فرزند سامان خداد. اسماعیل سال 849 به دنیا آمده است. سال 874 در سن 25 سالگی حاکم بخارا می شود. او در این وقت زیر رهبری برادرش نصر فعالیت می کرد. سال 892 او به جای برادرش نصر حاکم کل ماورانهر شد. ماورانهر این نام عربی است. نام تاجیکیش باشد ورارود. حدود امروزه تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و یک قسم قزاقستان را می گفتند. سال 900 اسماعیل در جنگ امیر خراسان امر لیث را شکست داده امیر خراسان می شود. به هیئت دولت او تمام آسیای میانه، افغانستان امروزه و شمال و شرق ایران داخل می شد. خدمت اساسی اسماعیل آن بود که همه ملک های تاجیک نشین را در یک دولت به هم آورده، زبان پارسی تاجیکی را در قلمرو دولت خود گسترش داد. او رکنهای دولتداری را پایه‌ریزی کرد و به وارثانش یک دولت قدرتمند توانا را میراث گذاشت. اسماعیل سال 907 دنیای فانی را پدرود گفت و به جای او پسرش احمد امیری خراسان شد. مقبره اسماعیل تا کنون در شهر بخارا پای برجاست.